مادر چی کلمه مقدس است. هر یک انسان از مادر به دنیا می آید. مادر هر یک فرزند خود را با مهر بی اندازه و محبتی بی پایان به ویا می رساند. مهر و محبت مادر نسبت به فرزند بی مثل است. مادر فرزندانش را هنوز در وقتی در بطنش بودن دوست می دارد، احتیاط می کند. تمام فکر و ذکرش برای صحت و سلامتی طفلش می باشد. شاعر بیهوده نگفته است: یک شب آن رنجی که مادر کشید با دو جهانش نتوان برکشید. در حقیقت مادر یگانه شخص مونس و غمخوار برای ماست. هر نفس از احوال ما پرسیدن است. مادر خودش نمیخورد و فرزندانش را میخوراند. دل صافی به آلایش دارد. برای فرزندانش تیار است که حتی جان خود را فدا کند. ما فرزندان هم باید به قدر مادر برسیم. او را دوست داریم، مهربان باشیم، نگذاریم که قطره آب چشمش ریزد، دلش زیغ شود، زیرا که دنیا با مهر محبت مادر به هستی مادر هیچ است. بزرگان در وصف مادر شعرهای زیاد گفتند. حافظان آنها را به آهنگ درآوردند. هر یک نفر ما باید به قدر مادر برسیم. او را خوشبخت سازیم تا هستیم برایش خدمت کنیم. کوشش کنیم که مادر از ما راضی باشد. هیچگاه مهر مادر از فرزند کم نمی شود. در دنیا غیر از مادرم کسی را تا این درجه دوست نمی دارم. هستی مادر برای هر یک شخص بخت بزرگ است. دامان مادر بهشت واقعی هر یک انسان است. از همه شخصی بخشاینده، دعاگو، مهربان، مشفق، غمخوار، دوست دارنده فرزند تنها مادر است. در جمهوری ما 8 مارس را همچون روز مادر اعلام کردند. در این روز تمام آن نفرانی که مادر دارند تحفه به دست گرفته به عیادت مادر می روند. هر یک نفر کوشش می کند که تحفه‌اش با ارزش باشد و به مادر پسند آید و لحظه هم باشد مادر را خرسند و خوشبخت دیدن می خواهد. لیکن تمام این تحفه ها در نزد مهر و محبت مادر ناچیز است. ما یک عمر اگر خدمتش را کنیم به یک شب بیدارخوابی که مادر برای فرزند میکشد برابر شدن نمیتواند. بگذار تمام مادران روی دنیا خوشبخت و سربلند باشند. زنده باد مادران کوچک. دوستان عزیز، در کانال ما ابونه شوید. در کامنتاری از فکر و عقیده های خود را نویسید. درباره کدام موضوع ویدیو کنیم. رحمت برای دقت.